سلام به رادیو ضربان، خوش اومدین. امروز با بهنوش میخوایم در مورد یک موضوعی با شما صحبت کنیم به اسم ترس از جا موندن. تا حالا شده وسط شلوغی زندگی یه دفعه وایسی و با خودت بگی نکنه دارم جا میمونم؟ آره، و تازه بدترش این که اصلا دقیقا نمیدونی از چی داری جا میمونی. فقط یه حسه، یه فشار نامرئی. فشاری که میگه بدو، حرکت کن، تصمیم بگیر، حتی اگه ندونی کجا داری میری. ترسم از ترس تو بوده برای خواستن عشقم، نیادون روزی که دیره واسه یه داشتن عشقم، اگه بخوایم این ترس از جا موندن رو تعریف کنیم، فقط ترس از عقب افتادن از بقیه آدما نیستا. ترس از اینه که دیگه دیده نشی. یا بدتر از این که فکر کنی ارزشت به سرعتت بستگی داره، به این که چقدر زود به بقیه برسی. اصلا انگار زندگی یه مسابقه است و ما مدام داریم به تابلوها نگاه میکنیم و به مسیر خودمون اصلا کاری نداریم. ترس من اینه که روزی روی قولم پا بذارم، واسه بدبینی و حرفات تو رو تنها بذارم. ترس من از خنده های تلخ و بیروح لب توست، کاش بدونی دل تنها گم شده تو این شب تو. شبکه‌های اجتماعی این ترس رو بدتر و بدترش میکنن. هر اسکرول کردن یعنی یکی ازدواج کرد، یکی مهاجرت کرد، یکی موفق شد، یکی خوشبخته، و تو با خودت میگی من هنوز همون جاییم که بودم، بدون اینکه بدونی اون چیزی که میبینی فقط و فقط یک قاب انتخاب شده است، نه کل زندگی اون آدم. ای ماه من پنهان نشو، دوری نکن از آسمانم. ای ماه من امشب چرا بی آشنا بی هم زبانم. ای بی خبر از من جا ماندم از تو، باید چه کنم با دنیای پس از تو. ای تاب و توانم بی تو نتوانم، با گریه سحر شد شبهای خزانم. خیلی از تصمیمای بزرگ از ترس گرفته میشن، نه از روی آگاهی. مثل رابطه ای که فقط شروع میشه چون سنم داره میره بالا، یا اینکه شغلی که انتخاب میشه چون همه دارن همین کارو میکنن. سبک زندگی که مال ما نیست ولی میترسیم از این که نکنه نداشته باشیمش. میدونی چی خسته کننده است؟ اینکه مدام بدویی بی اینکه بدونی که اصلا به کجا داری میرسی. و آخرش نه لذت بردی نه آرامش گرفتی، فقط و فقط خسته ای. خستگی که اسمش تنبلی نیست، اسمش فرسودگیه. شاید بعضی وقتا باید عمدن جا بمونیم، عمدن ندویم، عمدن نگاه نکنیم که بقیه به کجا رسیدن و از خودمون بپرسیم من واقعا چی میخوام؟ این ترس از جا موندن از بقیه آدم ها وقتی آروم میشه که بفهمی زندگی یک مسیر مشترک نیست. هر کسی توی زندگیش زمانبندی خودشو داره و جا موندن اتفاقا همیشه هم بد نیست. گاهی تنها راه برای پیدا کردن خودت. از زندگیتون لذت ببرید، نگران لحظه ها نباشید. به سبک همیشگی رادیو ضربان به موسیقی پایانی این اپیزود گوش بدین.
تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی، تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگن، دلت تنگ نبوده میخندی تا از حس دلتنگی میگن، تو تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من. تو هیچ وقت نرفتی لب جاده تا انتظار رو بفهمی، پریشون نبودی که نگذشتن لحظه ها رو بفهمی، تو اونی که رفته چی میدونی از قصه یه جای خالی، من اونم که مونده چی میدونم از قصه بیخیالی.